در این روز دسته منتخب اردن در این گروه با دسته منتخب پاکستان قوه می‌سنجد. این واخوری در ورزشگاه جناح سپورت استادیوم اسلام آباد می‌گذرد. دسته منتخب تاجیکستان با دسته منتخب عربستان سعودی همگی یک بازی دوستانه هنوز 25 ینوری سال 2005 گذرانیده با نتیجه 3-0 مغلوب شده است. حالا با سرنوشت این دسته شما را آشنا می‌گردانیم. دسته منتخب عربستان سعودی یکی از منتخب‌های بهترین آسیا به شمار می‌رود. این دسته 6 مرتبه در بازی‌های نهایی جام جهان شرکت کرده است که اولینش به سال 1994 راست می‌آید. فوتبالبازان مملکتی عربستان سعودی یک مرتبه از گروه به بازی‌های 8 یک نهایی برآمدند که آن هم سال 1994 به شمار می‌رود. عربستان سعودی سال‌های 1984-88 و 1996 صاحب عنوان جام آسیا شده است، اما طوری می‌بینیم به این مرتبه دیگر نمی‌رسد. سال‌های 1992 2000 و 2007 در فینال جام آسیا بازی را باخته است. سال روان در بازی‌های نهایی جام آسیا در قطر تا به مرحله بازی‌های 8 یک نهایی رسید. عربستان سعودی در گروه F با دسته‌های منتخب تایلند، عمان و قرقیزستان با هم آمد و عمان را با نتیجه 2-1، قرقیزستان را 2-0 مغلوب نموده با تایلند 0-0 مساوی بازید. اما در گروه با کسب 7 امتیاز پیش صف شد. فوتبالبازان سعودی به دروازه حریفان 4 گل زده از دروازه‌شان همگی یک توپ گرفتند و به بازی‌های 8 یک نهایی راه گرفتند. آنها را دسته کره جنوبی امتحان کرد. در قسم‌های اساسی لوگی حساب 1-1 انجام یافت. عربستان سعودی با یک گل عبدالله هادی ردیف در دقیقه 46 حساب را باز کرد و از دروازه‌اش در دقیقه 99 توپ را از چاگوی سنگ گرفت. در بازی‌های جام آسیا وقت‌های لوگی نهایت دور بود و این گل تقدیر واقعی را به ضربه‌های پنالتی بعدی بازی کشید. کره‌گی‌ها بهتر بودند و با نشانداد 4-2 به دور بازی‌های 4 یک نهایی راه گرفتند. واخوری بین دسته‌های عربستان سعودی و تاجیکستان حالا بعد جام آسیا اولین میباشد. در وظیفه سرمربی روبرتو مانچینی ایتالیایی در عربستان سعودی فعالیت دارد. او سال 2023 به این وظیفه تعیین شد. هرچند از جانب روزنامه‌نگاران او زیر تنقید شدید قرار گرفته است، ولی فدراسیون فوتبال عربستان سعودی هنوز به این متخصص ایتالیایی باوری دارد که دسته را به جام جهانی سال 2026 میبرد. دستاوردهای منتخب عربستان سعودی در جام کشورهای عرب و خلیج بهتر است. 2 مرتبه غالب آمدند و 1 مرتبه جای سوم و مرتبه دیگر چهارم شدند. در جام خلیج هم 3 پیروزی آمار آنها را مجلا میکند که آخرینش به سال 2003-2004 راست میآید. در این دسته 10 نفر بازیگران از الهلال، 6 نفر از النصر بازی میکنند. این دو کلوب مشهور سعودی در لیگ چمپیون‌های آسیا هم شهرت بی اندازه دارد. در حیات یکچین عربستان سعودی یگان فوتبالباز از خارج عربستان سعودی نیست. بهترین بازیکنان عبدالله اویس، یاسر الشهرانی، علی البولایحی، سلیم الدوسری، محمد کانو، عبدالرحمن غریب، عبدالله الخیبری و دیگران به شمار می‌روند. اکنون کدام بازیگران در مقابل دسته منتخب تاجیکستان به میدان می‌آیند آگاه معلومات خواهیم گرفت. والله من اول اقول لا تيجي لا تيجي. سعود روح هناك العب كريستال صدقني. انا بهاجم والله انا بهاجم. اوكي. وين؟ Again, sir. ان شاء الله. Sir.